ببین یه روز قرار بود با خواهر شوهرم بریم بیرون. متوجه شدم با دوست پسرش هم قرار گذاشته. خودم خیلی تعجب کردم که دوست پسر داره، چون خواهر شوهرم خود شوهر داشت. عزیزم 2 ساعته میتونی تمام این کبودیای روی صورت منو محو کنی؟ آره میتونم. بیا بشین تعریف کن برام ببینم چی شده. عزیزم من 3 روز پیش طلاق گرفتم. 2 ساعت دیگه هم جشن طلاقمه. میخوام تمام این کبودیای روی صورتم محو بشه، از بین بره. راستشو بخوای من 3 سال پیش با وجود تمام مخالفتایی که خانوادم داشتم با برادر دوستم ازدواج کردم. نمیذاش با کسی رفت و آمد بکنم تا اینکه با یه مشاور آشنا شدم که کمکم کنه چجوری طلاق بگیرم. ببین یه روز قرار بود با خواهر شوهرم بریم بیرون. متوجه شدم با دوست پسرش هم قرار گذاشته. خودم خیلی تعجب کردم که دوست پسر داره، چون خواهر شوهرم خود شوهر داشت. من نمیدونستم اون روز شوهرم داره من تعقیب میکنه. تا یه لحظه تنها شدم با دوست پسرش. شوهرم این صحنه رو دید و منو انداخت توی صندوق عقب و برد توی بیابون. منو وسط همون بیابون کلی کتکم زد و بعدش هم من به کمک همون مشاور ازش طلاق گرفتم. خب عزیزم میکاپ تموم شد. حالا خودت تو آینه ببین. وای عزیزم دستتون درد نکنه. اتفاقا امشب جشن طلاقم هم از چشم خیلی ها رو در میارم. مبارکت باشه. فدات بشم الهی.